امروز میخوایم درباره کشوری تو آسیای میانه صحبت کنیم که شاید خیلی اسمشو نشنیده باشن، ولی از نظر تاریخی و فرهنگی خیلی مهمه. اسمش ازبکستانه. کشوری که با وجود داشتن تاریخ خیلی زیاد و جاذبه‌های دیدنی هنوز خیلی از ماها درباره‌اش نمیدونیم. پس با من همراه باشید تا بیشتر با این کشور آشنا بشیم. ازبکستان کشوریه که تو قلب آسیای میانه قرار گرفته که با 5 کشور قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان هم مرزه. جالبه بدونید که ازبکستان هیچ مرز آبی نداره و کشوری کاملا محصور در خشکیه. این کشور تاریخ طولانی داره و همیشه توی تاریخ آسیای میانه یه نقش مهمی ایفا کرده. اگه به تاریخ و جغرافیا علاقه دارید باید بدونید که ازبکستان محل عبور جاده ابریشم بوده که مسیر تجارت و تبادل فرهنگی بین شرق و غرب بوده. از این لحاظ این کشور خیلی اهمیت داشته. ازبکستان یک تاریخ غنی و پر از فراز و نشیب داره. خیلی از ما اسم شهرهایی مثل سمرقند، بخارا رو شنیدیم. این شهرها زمانی مرکز بزرگ علمی و فرهنگی در دنیا بودند. مثلا سمرقند که الان یکی از شهرهای دیدنی ازبکستانه، در دوران تیموریان یکی از بزرگترین و زیباترین شهرهای جهان به شمار میرفته. وقتی به سمرقند میرید عمارت‌های تاریخی و مساجد زیبا رو میبینید که خیلی از اونها هنوز هم شکوه گذشته رو حفظ کردن. ازبک‌ها یک زبان خاص به نام ازبکی دارند که از خانواده زبان‌های ترکیه. البته خیلی از مردم ازبکستان به روسی هم مسلط هستند. فرهنگ ازبکستان به شدت تحت تاثیر تاریخ، دین و جغرافیا قرار گرفته. هنرهای دستی از جمله قالیبافی، سفالگری و پارچه بافی توی ازبکستان خیلی رواج داره و این هنرها خیلی شناخته شده‌اند. غذاهای ازبکستان هم خیلی خوشمزه و معروفن. مثلا پلو یا همون چلو از غذاهای اصلی این کشور که توی مهمونی‌ها و جشن‌ها سرو میشه. علاوه بر این غذاهای دیگه مثل مانتی یا سمسا هم جز غذاهای محبوب ازبکی محسوب میشه. ازبکستان یکی از بهترین کشورها برای کسانیه که به تاریخ و فرهنگ علاقه‌مندند. ازبکستان یکی از بهترین کشورهاست که برای کسانی که به تاریخ و فرهنگ علاقه دارند. از جمله معروف‌ترین جاذبه‌های این کشور شهر سمرقند هست که به دلیل معماری خاص و تاریخیش شهرت داره. میدان رگستان سمرقند یکی از معروف‌ترین جاذبه هاست که سالها گردشگران زیادی رو جذب میکنه. بخارا هم یکی دیگه از شهرهای تاریخی و دیدنی ازبکستانه. این شهر با مساجد قدیمی، مدرسه ها و بازارهای سنتیش شناخته میشه. خیلی ها میگن بخارا مثل یک موزه بزرگ در فضای بازه. ازبکستان فقط یک کشور تاریخی نیست، طبیعت زیبایی هم داره. کوههای سرسبز، دشت‌های وسیع و دریاچه‌ها و رودخانه‌های زیبا هم از جذابیت‌های طبیعی این کشورند. مثلا دریاچه آمو یکی از معروف‌ترین دریاچه‌های منطقه است که میتونید توی سفر به ازبکستان ازش لذت ببرید. اقتصاد ازبکستان به طور عمده وابسته به کشاورزیه. ازبکستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پنبه توی جهانه. پنبه یک محصول خیلی مهم برای اقتصاد این کشور به حساب میاد. ازبکستان بعد از اینکه از شوروی جدا شد در سال 1991 استقلال پیدا کرد. از اون زمان این کشور تحت حکومت‌های مختلفی بوده. ولی در سال 2016 شوکت میرزایوف رئیس جمهور شد و خیلی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی رو شروع کرد. مردم ازبکستان خیلی مهمان نوازن. توی این کشور وقتی کسی به خونه شما میاد همیشه برای اون چای میذارن. یکی از این سنت‌های معروف ازبک‌ها جشن نوروزه که توی بهار برگزار میشه. این جشن با موسیقی، رقص و غذاهای خوشمزه همراهه و یه زمان خوب رو برای دور همی و شادی به حساب میاد. پس ازبکستان کشوری با تاریخ غنی، فرهنگ زیبا و مردم مهمان نوازه. ازبکستان خیلی از جاذبه‌های تاریخی
و طبیعی رو در دل خودش جای داده و برای کسانی که به تاریخ، فرهنگ و طبیعت علاقه دارند قطعاً میتونه مقصد جذابی باشه. ازبکستان در حال حاضر در حال پیشرفت و توسعه اقتصادی و یکی از کشورهای مهم در آسیای میانه تبدیل شده. اگر به سفر و یادگیری درباره تاریخ و فرهنگ کشورهای جدید علاقه دارید، ازبکستان میتونه یکی از بهترین انتخاب‌ها باشه. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنم.